حاجی میدونی 2 شب دیگه چه اتفاقی میفته؟ نه ها، شب چله رو میگی؟ خب آره دیگه فهمیدم. برنامه‌تون چیه؟ برنامه مثل شبای دیگه. چقدر گذاشتی کنار واسه شب یلدا؟ شب یلدا چیزی نداشتیم کنار، میگم طبق معمول. 5 تومن مثلا بذاری. نه 500 تومن هم نداشتم کنار، حقیقت رو دارم میگم. پسته و فندق. نه پسته و فندق و اینا دیگه قدیمی شد. آره چرا پسته که خب آجیل شب یلدا معمولا معروفه، آدم باید بتونه بخره که متاسفانه ما نمیتونیم بخریم، قدرت خرید نداریم. الان شکوفه ها هست و نمیدونم گندم و کشمش و نخود و اینا. حالا کاری به خورد و خوراک نداریم، همین که دور هم هستیم و از خورد و خوراک بهتره.